یک برادری مسلمان این رنگ شما از بین شما حکایه کرد. من به او خاطر میگم که اکثر مردم ما امروز به خاطر کار و زندگی روسیه میروند. میگه روسیه رفتم. خوب فکر کنید جوانان عزیز، روسیه رفتم. میگه در یک جا یک 6-7 نفر یک تاجیک جوان کار میکردن در یک اسکلات. میگه منم گرفتن گفتن بیا خیترم در کار میگیریم. وظیفه دادن. میگه گفتن که برادر شبانه در همین اسکلات همون پدام میگن چی میگن تخته که بالاش بارا میگذارن همونها رو گفتن وظیفه تو همین بعد ای کار همش جمع میکنی یک جاهد تازه میکنی میگذاری و همینها رو بعدا 3-4 ستیل آب میاری میزنی ترشان میکنی و همین مقدار آیلیک داری تو. گفتم میگه برادرای عزیز قبول کار خوب بود از تازه و آزاده، اما آخیر پداما قاق باشن خشک باشن سبکتر میشه و کار آسان میشه و من جمعشون میکنم به کدام خاطر این رو من ترک کنم. گفتن میگه ای کجا آمدی ای تاجیکستان؟ برای چی آمدی؟ برای کار؟ برای پول؟ اینها رو که ترک کردی شبانه وزن اینها علکی معلوم است، اینها رو علاهیده وزن نمیکنن. ما همون محصولات و بار که میمانیم در ترازو این آبی تر کردگی تو 2-3 کیلوگرم در هر کدامش علاوه میشه، ما پول زیادتر بگیریم. مقصود از اسلام حیاتی درست است، ایمان است، ایمان صدقی به الله است. میگه وقتی اینو شنیدم گفتم میگه برادران عزیز من این کارو نمیتوانم آخی، این خیانت میشه و این جنایت میشه. گفتن میگه به عقل اینا روسن کافرن آخی، ما پول دا آمدیم. گفتم میگه درست میگه برادران اینها کافرن روسن، اما الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعلان در قرآن کرد ای ما مسلمانین ان الله کان علیکم رقیبا. آخی تو رو در روسیه میبیند جوانی تاجیک مسلمان نامت مسلمان در روسیه هم الله تو رو میبیند، در زیر زمین هم میبیند، شبانه میبیند. از حال تو الله اکبر است آخی این بیچاره فریب بکنی. گفتن میگه به عقل بودی تو برای گم شب دیگه تو کاری خطه بیا. میگه برآمدم این از شام گفتم میگه برادرها بخشش من این کار خیانت و جنایت نمیتونم. من از تاجیکستان به خاطر پول حلال مال حلال آمدم، اوج زن و فرزندکای من برای انتظارم. میگه برآمدم رفتم گفتن برای گم شب اگر دویم باره آمدی قبولت نمیکنیم کجا درست نگیده مرده میری. گفتم میگه خوبه که میلش. میگه رفتم برادرها این حیاتی است. میگه در راه خیلی رفتم در فکر بودم زمان میرفتم. میگه در راه خیلی که رفتم سرم خم از پیش پام یک تلفن برآمد. این برادر حال دستش دیدم یک تلفن خیلی کلام هم خیلی یک تلفن خیلی زیبا و قیمت در راه افتادگی میگه گرفتم. بعد فهم داشتم کشادم میگه دیدم براتیان نوشتگی خیلی در آمدم یک تشت زنگ زدم میگه یک روز برداشت. گفتم میگه که خیلی برادر من این تلفن رو یافتم تو کی ای کی؟ گفت میگه در کجای فلان جا بیسنید ای دختره که من شاید گم کرده. میگه آمد میگه یک مردی روز تلفن دادم شه گفت که چی کار میکنی؟ گفتم میگه نه آمدم بیکارم. تلفن دارم نامرام گرفت. میگه گفت میگه که کجا دی فلان جا من اگر کار دارم کار پیدا شد زنگت میزنم. پگاه بود میگه که همون مردی روز مرا تلفن کرد. گفتم میگه من همین جدم. گفت میگه فلان جا بیا. رفتم یک کار داد در مهلت 40 روز میگه 50 روبلی 50,000 روسی کار کردم. کاری آسان و تازه بود. میگه خلاصی کلام همگی در مهلت 4 ماه 120,000 روسی به واسطه همون کار کردم. با آورد بلیتم گرفت گسیل کرد. میگه برادران اسلام همین است. زمان بنده خدا در کجای نباشی شما به چشم خیرت بینگرید یک مردی که واقعا از خدا میترسد تقوا دارد اگر در این ظلم آبادی یا که در بالا 4 مغزه که در کوی خود در کدام منطقه زمین نباشه او نزد الله قدر داره. زمان نزد الله قدر داری مردم تو رو میشناسند.
این تلفنات ها بینه امروز اگر چه همیق تکنیک بالا رفته همیق علم بالا رفته اما این همی یک پستی ده برا میبینی انتینت نیست نمیگیره. اما نماز عبادتی هست در زیر زمین داخل سنگ میکنی، این علاقه به الله هست. او خالقی که این زمین آسمان آفریده حتما صدای تو رو میشنود، رحمت نثار تو میگرداند. برادر مسلمان حتما حرکت کنید، کوشش بکنید که با نماز باشید، با نماز. این نماز چنین فضل و فضیلت برای هر کدام ما و شما میارد. الحمدلله جای شکرگزاری هم است. برای جوانان رو بین باید شکرگزار باشید. انشاءالله این سبب پیشرفت یعنی دولت و سرزمین است. زمان جوانان هر ملت و هر قوم رو به اسلام، رو به اصلاح میارند. مراد از اسلام زمان مرد واقعا مسلمان شد او اصلاح می شود. رو به اصلاح آوردن او جامعه ترقی می کند، پیش می رود. حیات اون جامعه حیات